خیلی پیستون از ملایم خوشروی کلان اوزیا چرا زنیشون اوزیا هم بفکر میزند. орзу Исоев، تو چیکاره هستی که در بین این قدر مردم پیستونی زنان را وصف میکنی و با پیش و پسی آسیای سراینده کاردار میشوی؟ مگر آسیا همسرت هست؟ تو رو به خدا از روی وجدان به سوالم جواب ده. آیا میتوانی چنین سخنان را در بین مردم به همسر یا به دخترت بگویی؟ میتوانی پیستون دخترت را در بین مردم وصف کنی که نرم و کلان و زیبا است؟ همین نوار را دخترت اگر ببیند چی فکر میکند؟ از مردم که شرم نداشتی لااقل از الله شرم دار؟ مگر روز حساب و جزا رو فراموش کردی؟ بخشیش میدونم که سختت میرسد ولی شاید اصلاحت میکند. واقعا در شأن یک ژورنالیست و انسانی باسواد چنین رفتار فاسقانه و آن هم در جایی که اکثرا زنها حضور داشته باشند خیلی کار زشت و ناپسند است. این دیوسی و بی‌غیرتی و بداخلاقی مرد را نشان میدهد. اکی آرزو، از الله بترس، روز حساب و جزا را فراموش نکن.